اومد. قیافش چطور بود؟ ما کنارتیم فندق. ممنونم داداش. توپراک، ببین نباید عصبانی بشی. این بنده خدا حسابی ترسیده. خوش اومدم لیلا. های تو با روی خوش بیا که آدم بتونه بگه خوش اومدی. بابا جون پسرم. یشیم؟ داداش جون، منم منتظر تو بودم. چیزی شده؟ بقیه کجا؟ تو تراسن. ولی من میخواستم با حرف بزنم داداش. میخوام یه چیزی بهت بگم. ببین داداش، اول اینکه باید اینو زودتر از اینا بهت میگفتم، ولی تو مسافرت خیلی اتفاقای عجیبی افتاد. دیروزم که تو نبودی، امروزم که یشیم فقط بگو موضوع چیه. چنار بهم پیشنهاد ازدواج داد، منم قبول کردم. اگه تو راضی باشی میخوان هر چه زودتر بیان اینجا واسه خواستگاری. نیازی به رضایت من نیست. شما تصمیم خودتون رو گرفتین. آی داداش یشیم لطفاً راحتم بذار. این که خیلی عصبانی شد. ای بابا جون. این بچه چرا اینقدر عصبانیه؟ شماها چرا قیافه هاتون تو هم رفته؟ نکنه باز شما دو نفر یه گندی زدین؟ تو یه کاری کردی. عزیزم تو رو خدا امون بده، به اندازه کافی وضعیت به هم ریخته. چی شده تازگی ها؟ ماشالله همتون یه جورایی هار شدین. زود باش، کشش نده بگو. عجله نکن مادر بزرگ، خودش میگه. شروع کن. باشه داداش. آره مثل همیشه دارین به هم نگاه میکنی. خب موضوع اینه که من یالینو دوست دارم، یالینم منو دوست داره. اوی این نارسا از ما چی میخوان؟ خوابیدن در خونمون تکونم نمیخورن. میترسم پامو بذارم بیرون آقا بزرگ بیاد منو بگیر. اگه یلینا راست نمیمد پیش من، تصمیم داشتی بهم بگی؟ یا میخواستی همینطوری یواشکی ادامه بدی؟ ساکت نمون دختر، حرف بزن. حداقل اون لازم دونسته که بهم بگه. تو اونم به ذهنت نرسید؟ من با شماها چی کار کنم؟ مواظب کدومتون باید باشم؟ داداش ما کاری نکردیم که بخوای مراقبمون باشی. مطمئنی کاری نکردی؟ تو اونو از من قایم میکنی. پسر اومده جلوی من نشسته میگه سلامی دارم که شما بدونین آقا توپراک نه اجازه گرفته نه نظر منو پرسیده، فقط خواسته اطلاع بده. مگه من اینجا خیارم؟
اگه اجازه نمیدادی چی میشد داداش؟ فکر کردی ما هم میگفتیم باشه چشم؟ بسه دیگه داداش، بسه. من دیگه دلم نمیخواد ازت بترسم. نمیخوام از تو و بقیه‌تون چیزی رو مخفی کنم. باشه میدونم ممکنه اشتباه کنم، اما اگه اشتباهی بکنم دلم میخواد شماها پشتم باشین. میخوام اجازه که اشتباه کردن رو بهم بدین. من به تو اجازه اشتباه کردن نمیدم. از من میترسی؟ پس همینجوری بترس. حتی باید بیشتر از قبل بترسی دفنه. من خواهری ندارم که بدم دست اون پسره. موضوع یالینا از همینجا برای همیشه تموم شد. آره تو میتونی تمومش کنی، اما من تموم نمی کنم. تا ابدم تمومش نمی کنم. هی! داداش بسه. کنار ولم کن. بسه داداش، نمیذارم دیگه بری. بسه، تمومش کن. بابا داره بهت میگه دوستش دارم، چرا نمیفهمی آخه؟ این نمیفهمه، چون این آقا فکر میکنه دوست داشتن چیزی جز حکومت کردن نیست. داداش هنوزم از دستم عصبانی؟ عصبانی نیستم. خیلی خوب باشه. ولی ناراحتت کردم؟ وقتی ناراحتت میکنم خودم قصه میخورم. یشیم خواهر جون، حاضرم بمیرم ولی یه لحظم تو رو ناراحت نبینم. ولی اینطوری نمیشه. انقدر زود، انقدر با عجله درست نیست یشیم. بعدن خودتون پشیمون میشین. ولی ما پشیمون نمیشیم. دارم جدی میگم داداش. یشیم اینطوری فکر میکنی چون همدیگه رو دوست دارین. وقتی این عشق تموم بشه 2 تا آدم میمونن این وسط که بچه اشتراکی ندارن و تو اینو نمیبینی. باشه. اگه صبر کنیم چی عوض میشه؟ شاید به مرور زمان نقطه مشترک پیدا کنین. اگرم موفق نشدین، اگه نتونیم چی میشه؟ اون موقع که عشقتون تموم میشه دیگه زندگی نیست که بخواین تمومش کنین. این وسط دیگه بچه‌ای هم نیست که بدون پدر و مادر بزرگ بشه. داداش باشه، من بهت حق میدم که اینطوری فکر کنی، ولی یه چیزی رو یادت رفت. من باورم نمیشه که عشق تموم بشه. ما قبلا هم در موردش حرف زدیم. هر عشقی تموم شدنی نیست. یشیم خودت که دیدی چی سرمون اومد. هر عشقی تموم میشه. تموم نمیشه داداش، تموم نمیشه. یشیم عزیزم، هر شروعی یه پایانی داره. این قانون دنیاست. هر عشقی تموم میشه. پس کن دیگه داداش. قراره چی بشه ها؟ یعنی عشق تو و دفنم قراره یه روزی تموم بشه؟ البته که تموم میشه. عشق منم به اون تموم میشه. عشق اونم به من تموم میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی عشقتون تموم شه چی میشه؟ شما ها از هم دیگه جدا میشین؟ ما نقاط مشترک زیادی داریم. احتمالش کمه که از هم جدا بشیم.
من مثل تو فکر نمی کنم و میخوام که تو به هم اجازه بدی. یعنی میخوام عشق اونجوری که خودم بهش باور دارم زندگی کنم. یشیم، واقعا نمیتونم بهت بگم اجازه میدم، اما در نهایت به اجازه من نیازی نداری. یعنی چی داداش؟ یشیم، من میخوام ازت مراقبت کنم. بعضی وقتا خیلی بزرگش میکنم. تو همیشه خواهر کوچولوی من بودی، اما الان چی؟ بزرگ شدی. دیگه باید اینو قبول کنم. چه من اجازه بدم چه اجازه ندم، تو همونجوری که خودت باور داری زندگی کن. خب الان کنارم هستی؟ همیشه. ای داداش. خب پس به چنار میگم که بیان خواستگاری ها؟ تو کی دوست داری؟ فردا، چون که بابا بزرگ گفت که فردا میتونن بیان. بگو بیان، مشکلی نیست. خداش. بورک درست کردم، دلمه درست کردم، دسرم درست کردم. اینا رو بخورن، بعدش هم یه قهوه میارم براشون. بعدش هم میریم سراغ خواستگاری. آفرین به من، ماشاءالله به من، خیلی خوب تدارک دیدم. بابام کجا مونداخه؟ الان اگه خواستگار بیان ولی نیست. اوف، از کی میخوان منو خواستگاری کنن؟ از لوله بخاری؟ بابا کجا موندی پس؟ الان خواستگارا میان ولی تو هنوز نیومدی. دخترم کسی واسه خواستگاری نمیاد. توپراک رفته استانبول. یعنی چی؟ همینجوری بله رو بهشون دادی؟ اینطوری که نمیشه، با یه قهوه بیارم، این رسمه. حبیبه ببینم تو به کی رفتی؟ مادر خدا بیا مرتد به شیطونم درس میدادره. یادم نمیاد، یعنی بچه بودی زیاد زدم تو سرت ها؟ ساکت، هیچی نگو. الان میرم استانبول. توپراک پاشو از گلیمشده را سر کرده. یعنی داداش توپراک مخالف عشق ماست؟ نمیان خواستگاری من؟ وای، نگران نباش، خودم میگیرمت پسر جون. اونو بسپر به من. عشقو تعریف کنه، عشقو، یه عشق خیلی بزرگ. ببینین پسره دختره رو میبینه، تو نگاه اول عاشق میشه، جوری به دختره نگاه میکنه که دختره از خجالت آب میشه، اونم عاشق پسره میشه، بعدش یه نفر سوم میاد. اما این موضوع نیست. از شما میخوام که یه پیشنهاد بدین این عشقو بتونه تعریف کنه. خب خواهر میخوای 7 تا گل قرمز بهت بدم؟ مرتی که اولا که خواهر نه یه خودته، بعدش هم به ذهن خودم نمیرسید گل قرمز سفارش بدم. میخوام بریم خواستگاری. ببین قطع کن ببینم. میرم سراغ یه گل فروشی دیگه. این آدم به جای گل باید بره هیزم بفروشه. گل فروش باید یکم رومانتیک باشه. وقتی اسم عشق میاد باید بدونه چی کار کنه. مامان بزرگ کجا میری؟ به نظرت کجا دارم میرم ها؟ دیگه خسته شدم. یکیشون رفته دنبال دختر مومشکی، اون یکی رفته دنبال پسر هیز. بسه دیگه، بسه. حالا که نتونستم جلوی چنار رو بگیرم بهتره که برم. مامان بزرگ صبر کن. هی عروس، کاری نکن که با این عصا بزنم تو دهنت. بیشتر از این وقتمو نگیر. اوه
شما خواهر و برادر دیگه حسابی شورشو در آوردین. تو هم از چنار یاد گرفتی. آره لابد پیش خودت گفتی حالا که اون دختر آراسا رو گرفته منم برم پسرشونو بگیرم. جواب بده دیگه. شما دوتا میخواین توپراک منو دیوونه کنین. اون که دیوونه است مامان بزرگ، نیازی نیست ما تلاش کنیم. آره از همون اولم تو پسر منو دیوونه کردی عروس. وا مگه چی کار کردم؟ یه نگاه بهش بنداز. توپراک همه رو دیوونه کرده. توپراک خیلی خوب میدونه داره چی کار میکنه. جواب بده دیگه. آخه تو کی رفتی عاشق اون پسره هیز شدی؟ اوی دیگه دارم سکته میکنم. جواب بده دیگه وگرنه با همین عصا میزنم تو سره. بسته دیگه مامان بزرگ. امشب مثلا میخوایم بریم خواستگاری ها. الان وقت این کاراست. امشب ما میریم خواستگاری دختر اونا. فردا شبم اونا میاد خواستگاری دختر ما. یعنی چی داداش؟ منظورت چیه؟ یعنی عشق تو و دفنم یه روزی تموم میشه؟ معلومه که تموم میشه. عشق منم به اون تموم میشه. عشق اونم به من تموم میشه. قراره خواستگاری کی بیان؟ خواستگاری تو؟ خفه شو بی تربیت. والا اگه اینو از من بخوان که همون لحظه میگم بفرمایین مال خودتون. بله دیگه سنشم که رسیده. من زن اون پیرمرد نمیشم. وای اینجوری نگو. بهتر از عمو سوریه کی رو میتونی پیدا کنی؟ مامان بزرگ بیا بریم دیگه. یالا هنوز گل و شیرینی هم نخریدیم. بیا بریم پایین. یالا من تا حرف حساب این دختر رو نشنوم هیچ جایی نمیرم. میای مامان بزرگ، مجبوری که بیای وگرنه میندازم رو پشتم و میبرمت. برو آماده شو دیگه. دفنه تو هم به خاطر حرفای توپراک قصه نخور. خودتو ناراحت نکن باشه. اون آدم ارزششو نداره. کی بهت گفته بیا اینجا؟ برای چی قشون کشی کردی؟ اونی که دستور میده منم توپراک. اومدیم واسه یه دعوا. فرصتی که داده بودم تموم شد. دیدم از شماها خبری نشد. گفتم خودم بیام که یه یادآوری بشه. ما کاری با شما نداریم که بخوای یادآوری کنی آقا جلال. داشتم حرف آخر رو بهت زده. خب پسر ببینم کی گفته. پس چرا من بی خبرم؟ جلال من اون شب حرف آخرمو بهت زدم. الانم دست نوچه هاتو بگیر و از اینجا برو. خیلی خوب حرف میزنی یا توپراک جان. این شاعرها حرف میزنی. اما من وقت شعر گوش دادن ندارم. واسه همین باس بگم مجبورم با زبون خودم حرف بزنم. باید زودتر بیاین خواستگاری دخترم. لکه یه ننگ رو پیشونیشو باز پاک کنین. آره این قضیه اینطوری تموم میشه. داداش آروم باش. این هیچ غلطی نمیتونه بکنه. تو الان اومدی اینجا رو پیشونی داشت من اسلحه گذاشتی؟ بعدش هم فکر میکنی با اون اسلحه میتونی همه چی رو حل کنی؟ اشتباه بزرگی کردی. ما کاری با اسلحه نداریم و به زور کاری هم انجام نمیدیم. اما اینو بدون زمانش که برسه بلدیم با چه زبونی باهات حرف بزنیم. حرفای گنده تر از ذهنت میزنی. من با اون اسلحه به دنیا آمدم. تو اون اسلحه رو بعداً دیدی. خیلی کنجکاو شدم. حرف حساب چیه بالاخره؟ بازم خیلی خوشگل حرف زدم. چنار حواست هست؟ منو داداش تو به چه روزی انداختی؟ ارزششو داشت؟ آره؟ سلاحاتونو بیارین پایین. ما هشدارمونو دادیم. فعلا هم میریم.
واسه قهوه‌ام اصرار نکنین چون وقت ندارم، ولی حتما سر فرصت با هم دیگه قهوه میخوریم. خدافظ. میبینی این مرتی که با اون چیکار میکنه؟ رسما روش اسلحه کشیدم. داداش چطوری واسه از دست این دیوونه خلاص شیم؟ خلاص میشیم داش، نگران نباش، خودم درستش میکنم. سگی که پارس میکنه گاز نمیگیره. چی میگی؟ گفتم دیگه. تو به این چیزا فکر نکن پسر، شب میخوایم بریم خواستگاری. عشقت امروزم که نیومد. چی؟ عشقت امروزم نیومده؟ ببینم نکنه ولت کرده. مگه میشه این دختر رو ول کرد؟ امکان نداره. سلام خوشگلم. خب دیگه خطر رفت شد. باشه. واقعا ازت ممنونم. بی خیال. من برم دیگه. Acıtır arkandan vurur. Belki de bu son sefer olur. Kalbim durur, dertler son bulur. Sanma 3 günlük bu hislerim. Ben burada her gün seni beklerim. Gel beni kendimden mahrum etme ne olur. Bu hayat sen yoksan zehir olur. Duy beni duy ne olur. Dön bana dön ne olur. Aşk dediğin elbet bir yol bulur. Gel beni kendimden mahrum etme ne olur. Bu hayat sen yoksan zehir olur. Duy beni duy ne olur. Dön bana dön ne olur. Aşk dediğin elbet bir yol bulur. Kendi atıyorsa kalbim atmasın öyle dursun isterim. Gel beni kendimden mahrum etme ne olur. Bu hayat sen yoksan zehir olur. Duy beni duy ne olur. Dön bana dön ne olur. Aşk dediğin elbet bir yol bulur. Gel beni kendimden mahrum etme ne olur. Bu hayat sen yoksan zehir olur. Duy beni duy ne olur. Dön bana dön ne olur. Aşk dediğin elbet bir yol bulur.
ne olur bu hayat sen yoksan zehir olur. Duy beni duy ne olur, dön bana dön ne olur. Aşk dediğin elbet bir yol bulur. بفرما زنده داشت. معلوم نیست چجوری سفارش دادی که شکلات شبیه تاج عروس شده، گلم که شبیه ماشین عروس شده. نگاه کن. آی اینقدر قور نزن چنار، قور نزن. آفرین پسرم، آفرین. آها یه دونه دیگه، ماشاءالله. نمیخوای کراوات بزنی؟ پس این پیرهنت خوب نیست. کدومش خوبه؟ بابا بزرگ، راستشو بگو، خوشگل شدم یا نه ها؟ دخترم تو همیشه خیلی خوشگلی. میخوای یه چند تا لباس دیگه هم عوض کنی؟ آی چه میدونم، خیلی استرس دارم. چطوری بگم؟ به نظرت لباس یشم چیز نشده؟ آره منم احساس میکنم یکم چیز شده، اما چی شده؟ یعنی چی چیز شده؟ آی خب بگین دیگه، چی چیز شده؟ ای بابا من میدونستم زشت شدم، الان میان آخه چی کار کنم؟ هی اگه گوسالم بود تا حالا گاو شده بود. بعد شما دوتا رو که نیستش. بابا بزرگ به اینا چیزی نمیگی؟ سر به سر دختر من نذارین. این لباست بدون کراوات هم میشه. دخترها حاضرن؟ دارن حاضر میشن، الان میان. دست به جنبونین دیگه، ترافیک دیرمون میشه. آره سری را بیافتین یه وقت دیر نشه، آخه میخوایم یه چیز مهم رو بگیریم. بله مامان بزرگ. واسه کی لازمه؟ برای من که لازم نیست. اما واسه من لازمه مامان بزرگ، واسه من لازمه. پسر لوس زود باشین، وقت منو نگیرین، من شب خواستگاری دارم، باز آماده بشم. نوش جون عزیزم. اوه چیزی که من از دوستاشان میدونم حکومت کردن نیست. داداش بسه، نمیذارم بری. داره میگه دوستش دارم، چرا نمیفهمی آخه؟ این نمیفهمه چنار، چون از نظر این آقا دوست داشتن چیزی جز حکومت کردن نیست. پس چیه؟ مراقبت. باید مراقب عشقت باشی. فقط به هوای مراقبت به پا خفش نکنی. خرسم وقتی بچه‌ش رو بغل میکنه میکشه. البته وقتی بچه ها خار داشته باشن خرس نمیتونه بغلشون کنه. آی بیا پسرم. بیا عزیزم. نمیخوام با یالین کنار هم باشین. از اولم گفتم این دختر میره پیش اون پسر هیز، ولی حرفم ارزشی نداشت.
عاقبت این دختره و چنارم مثل شما میشه. مادر بزرگ برو. خوش اومدین، بفرمایین. خوش اومدین. خوش اومدین. بفرمایین تو. خیلی خوش اومدین. بفرمایین. خوش اومدین. خوش اومدین. داداش تو خوش اومدین. سلام. بفرمایین. خوش سلام اومدین. چطوری؟ خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. سلام. خیلی ممنون. ببین منو به خاطر این گلا سر به سرم نذاری یا سلام. وگرنه این آخرین باری میشه که دیدی خوش عروس اومدی. خانم. یه کاری میکنم حالا ها واسم گل بخری آقای چش رنگی، فهمیدی؟ اینو که میدونم. بیا تو. باید جواب کار امروزتو بدی. حداقل یه بار جواب میدادی. دفنه چیزی شده؟ توپراک جان حالت چطوره؟ خیلی ممنون. شما حالتون چطوره؟ ممنون پسرم. شما چطورین پالمه خانم؟ خوب بودم والا. من میرم واسهتون قهوه درست کنم. مامان میشه منم برم بیرون یکم بازی کنم؟ آره پسرم. مواظب باش پسرم. بگه این چه ببینم تو چرا امروز نیومدی سر کارها؟ گوشیتم که همش خاموش بود. هیچی، یکم سرم درد میکرد. به یالینم پیام دادم بعد خوابیدم. آی من بمیرم واسه تو آخه. الان خوبی عزیزم؟ حالت خوبه؟ آره خوبم. عزیزم قهوه درست کن دیگه، خواستگارا منتظرم. آی چیزه میگم نمک بریزیم تو قهوه چنار. آره اگه نریزی زشته. پس میریزیم. بابا بزرگ دست درد نکنه دختر گلا. نوش جونتون. بفرمایید. ممنونم. داداش جون ممنون عزیزم. نوش جونت. بیا این صفت اقل یکم کمتر میریختی. خب دوستان، با اجازتون حالا که دیگه قهوه ها رو خوردیم میخوام برم سر اصل مطلب. بفرمایید توپراک جان. آقا سوریا میدونین که یشیم و چنار حرف ما رو گوش ندادن و عاشق همدیگه شدن. تصمیمشون رو گرفتن. اما رسم ما اینجوری نیست.
یعنی ما دوست داریم که رضایت شما رو هم در این مورد بشنویم. پدر جان، اصل مطلب اینه که نوتون یشین خانومو برای برادرم چنار به امر خدا و سنت پیغمبر خواستگاری میکنی. نمیدونم باید چی بگم. خب نظر دخترمونم مهمه. شما چی میگین یشیم جان؟ هر جور که شما خودتون صلاح میدونین بابا بزرگ. خب بگو میخوامش دیگه، چرا نمیگی ها؟ آی من که نمیدونم، هرچی بابا جون بگه. پس حالا که نظر منو میخواین، چه دامادی پیدا کنم بهتر از چنار؟ دخترمونو دادی بابا بزرگ خودمه. ببینم زایه شدی. نکن پسرم نکن. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek, huylarını değişmeden bir olmak. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak, kabul etmek, huylarını değişmeden bir olmak. Sevgi anlaşmak değil, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. اون دامن خوب نیست. چرا خوب نیست؟ مگه نمیخواین با هم برقصیم؟ احتمالاً میرقصیم. یه چیزی تنت کن وقتی میرقصی بره هوا. اون موهاتم باز کن. اوف، دیگه چی؟ یه پیام بده به دنیز، یهو یادش نره. هایی خیلی خوشگله مگه نه؟ اینجا رو بزرگم درستش کرده. نگاه کن ببین خیلی کارش عالیه مگه. یشم میگم حالا که وظیفمون رو انجام دادیم، دورم که شوهر دادیم، اگه من با دوستم برم بیرون ناراحت میشی؟ آخه منتظرم. ای مشکلی که نیست، اما دنیز جون نمیشه تو این شب خواستگاری ما نری بیرون ها شاهزاده. میخوام یکم حال و هوام عوض بشه. بهتون خوش بگذره. میبینمتون.
دنیز آراس؟ تا کی میخوای فرار کنی؟ چی؟ تو واقعا خسته نشدی؟ باشه خسته نمیشی. فکر کردی با فرار کردنت یادت میره؟ چی قراره یادم بره؟ لحظه ای که زندگیت از هم پاشی. دارم تلاش میکنم. اگه اینجوری بدتر گم بشی چی؟ خب یه همچین احتمالی هم هست. یه احتمال دیگه هم هست. اون چیه؟ شاید یکی بخواد سعی کنه پیداست کنه. البته اگه تو هم بخوای. من نمیخورم. ممنون دختر قشنگم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. بدین به من مفتونه خانم. بفرمایین. میتونیم با هم امتحانش کنیم. بیرون. نه خیر. دفنه گفتم بیرون. حالا توضیح بده. چیزی برای توضیح دادن نیست. چی شده دفنه؟ یعنی قبل اینکه دوست دخترم بهم بگه خودم باید بفهمم از چی ناراحته؟ آره؟ نه خیر. این منم که چیزی رو که دوست پسرم بهم نگفته باید زودتر میفهمیدم. چی رو نفهمیدی؟ این که عشقت قراره تموم شه. دفنه ببین اینطوری نیست. چجوریه پس؟ دیشب حرفی که با یشیم زدی رو واضح شنیدم. گفتی عشق تموم میشه. بهش گفتی عشقت نسبت به من یه روز تموم میشه. تو ساحلم گفتی عشق یه انتخاب نیست. دفنه عشق واسه تو اینطوریه، ازش میترسی. نمیتونی انتخاب کنی و قراره تموم شه. میترسی. من میدونم. یعنی اینقدر برای تو راحته؟ ها؟ بگو دیگه. یالین اینقدر برای تو راحته؟ درسته. عشق همینه. زندگی میکنی و یه روز تموم میشه. از بین میره. تو زندگی همه چیز یه پایانی داره. فهمیدی؟ عشقم تموم میشه. یه روزی تموم میشه. جدی میگی؟ پس دیگه نیازی نیست. بذار همین الان تموم شه. دفنه حرفی نزن که پشیمون بشی. من پشیمون شدم یالین. از اینکه باورت کردم و فکر کردم یه عشق محشر دارم پشیمون شدم. پشیمونم کردی از اینکه منو امیدوار کردی به عشقی که یه روزی قراره تموم شه. دفنه منو دیوونه نکن. داری زیاده روی میکنی. میخوام زیاده روی کنم. من دلم نمیخواد تو رویا زندگی کنم. حالا که قراره تموم بشه بذار الان تموم شه. باشه قبوله. حالا که تو از من تضمین میخوای پس بذار الان تموم بشه. آره تموم بشه. درسته تموم بشه. بذار تموم شه. تموم شد. آره بدجوری هم تموم شد.
اوف. مامان بزرگ چرا اوف میکشی ها؟ یه عروس افاده‌ای کم بود، الان یشیم خانومم اضافه شد، واسه همین اوف میکشم. الان عزیزم باشه منم دوست دارم خانومی. شبت بخیر عزیزم. شب بخیر عشقم. مواظب خودت باش.